عصر بخیر آقای معاون وزیر امور خارجه. از شما بابت این فرصت و زمانی که در جریان سفر بسیار مهمتان به تهران در اختیار ما گذاشتید بسیار سپاسگزارم. در آغاز مایلم درباره روابط دو جانبه و ارزیابی شما از وضعیت کنونی روابط ایران و ارمنستان و همچنین ظرفیت‌های توسعه و گسترش آن بپرسم. از همان ابتدای استقلال ارمنستان، ایران و ارمنستان به عنوان دو ملت با روابط بسیار خوب و میتوان گفت حتی استثنایی با یکدیگر تعامل داشتند، چرا که از سال 1991 تا کنون روابط دو جانبه ما همواره در حال رشد بوده است. امروز روابط میان دو کشور، رهبران و دولت‌های ما بسیار خاص و برای ما اهمیت بالایی دارد. من معتقدم این روابط ماهیتی راهبردی دارد و اطمینان دارم سفر پیش روی رئیس جمهور پزشکیان به ایروان روابط دو کشور را به سطحی بالاتر ارتقا خواهد داد. این روابط حوزه‌های متعددی از همکاری از سیاسی تا اقتصادی را شامل می‌شود. در سال‌های اخیر توانسته‌ایم در زمینه تجارت به دستاوردهای چشمگیری برسیم و اهداف بلند پروازانه ای را میان دولت‌های خود تعیین کردیم. ابتدا دستیابی به گردش تجاری 1 میلیارد دلاری و سپس تلاش برای رسیدن به 3 میلیارد دلار. روابط ارمنستان با ایران کاملا ویژه است و ما این روابط را فراتر از صرفاً انرژی یا سیاست می‌دانیم، زیرا داشتن روابط با یک همسایه خوب برای ما یک اولویت است. این اولویت در برنامه دولت ما برای سالهای 2021 تا 2026 نیز ثبت شده است و میتوانم بگویم سیاست‌ها و شاخص‌هایی که در برنامه اقدام دولت تعیین شده با موفقیت در حال اجراست. همونطور که میدانید پس از توافق میان ایروان و باکو که در واشنگتن به امضا رسید، این موضوع در صدر اخبار و رسانه‌های ایران قرار گرفت. مایلم درباره همین موضوع بپرسم. به نظر شما این توافق چه تأثیری بر امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت؟ Thank you very much for the question. I do believe that this historical development. از پرسش شما سپاسگزارم. معتقدم این تحول تاریخی نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی خبرساز شد. البته برای ما مهم است که بازخورد و نظرات کشورهای برادر به ویژه ایران را بشنویم. ما از بیانیه متوازن وزارت امور خارجه ایران و همچنین اظهارات بعدی وزیر امور خارجه و رئیس جمهور ایران سپاسگزاریم. باور دارم که ما اکنون وارد دوره‌ای تازه در روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان می‌شویم. دوره‌ای که دو کشور و رهبرانشان به طور علنی بر تعهد خود به صلح تاکید کردند. این امر نه تنها بر روابط دو جانبه ما بلکه بر پویایی‌های منطقه‌ای نیز از سیاست گرفته تا اقتصاد تأثیری مثبت خواهد داشت. یکی از توافقات کلیدی ما با آذربایجان بازگشایی مسیرهای ارتباطی در منطقه با احترام کامل به حاکمیت، صلاحیت و تمامیت ارضی کشورها به صورت متقابل است. این امر در عمل درهای تازه‌ای را برای همکاری ریلی میان ارمنستان و ایران از جمله از طریق خط ریلی نخجوان جلفا خواهد گشود که به معنای دسترسی ایران به ارمنستان و در نهایت به دریای سیاه است. جایگاه ایران را در این معامله چگونه می‌بینید؟ مشخصاً نظر ایروان در خصوص نقش سازوکارهای منطقه‌ای مثل 3+3 در ادامه این مسیر چیست؟ درباره نقش ایران به ویژه در چارچوب سازوکار منطقه‌ای 3+3 که ایران پیشنهاد داده است، باید بگویم ارمنستان از نخستین نشست این پلتفرم ابتدا در سطح معاون وزیر و سپس در سطح وزرا حضور داشته است. ما معتقدیم این قالب گفتگو میتواند بستر مناسبی برای بررسی پروژه‌های منطقه‌ای به ویژه پروژه‌های اتصال باشد. تحولات اخیر میان ارمنستان و آذربایجان و توافق اصولی برای بازگشایی مسیرهای ارتباطی در منطقه فصل تازه‌ای برای گفتگو از جمله در قالب 3+3 گشوده است. بر اساس آخرین بیانیه وزارتی نشست بعدی باید در ایروان یا باکو برگزار شود و ما مشورت‌های دو جانبه با طرف آذربایجانی را نیز در نظر داریم.
با توجه به نقش واشنگتن در این توافق، نگاه ایروان به حضور آمریکا یا هر نیروی ثالث در منطقه چیست؟ چه ضمانتی وجود دارد که آمریکا نقش منفی علیه کشورهای منطقه ایفا نکند؟ در خصوص نگرانی‌های تهران از این توافق و نقش ایالات متحده باید بگویم این یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای دیروز و امروز ما بوده است. من با پیامی به اینجا آمدم مبنی بر اینکه ارمنستان ملاحظات ایران را در نظر گرفته و این حساسیت‌ها در جریان مذاکرات مقدماتی درباره پروژه اتصال موسوم به ترامپ لحاظ شده است. برخی از جزئیات این پروژه قبلا مشخص و مورد توافق قرار گرفته که با طرف ایرانی در میان گذاشتیم و آماده‌ام به طور عمومی نیز اعلام کنم قرار است شرکتی در ارمنستان ثبت شود که سهام آن میان ارمنستان و آمریکا تقسیم می شود، اما این به معنای حضور امنیتی آمریکا در منطقه نیست. می‌دانیم که این موضوع یکی از نگرانی‌های کلیدی طرف ایرانی بوده و معتقدم این نگرانی برطرف شده است. برای ما کار بی‌وقفه و بدون مانع مرز ایران و ارمنستان و گذرگاه‌های آن برای تردد کالا و مسافر اهمیت راهبردی دارد و انتظار نداریم در این زمینه مانعی ایجاد شود. گشایش مسیرهای ارتباطی از جمله 3 پروژه جدید بر اساس حاکمیت و صلاحیت کشورها انجام خواهد شد که خود یک تضمین دیگر است. آیا این نگرانی از سوی ارمنستان وجود ندارد که حضور آمریکا در این منطقه به جنگ قدرت میان قدرت‌های منطقه‌ای و واشنگتن منجر شود؟ موضع کلی ما درباره گشایش مسیرهای ارتباطی در ابتکار چهارراه صلح نخست وزیر ارمنستان تشریح شده است. ما معتقدیم این گشایش نباید به محدودیت‌های ژئوپلیتیکی جدید منجر شود، بلکه باید به عنوان یک اقدام اعتمادساز میان قدرت‌های ژئوپلیتیکی عمل کند. در عمل سهام آمریکا در شرکت ثبت شده در ارمنستان به نفع آمریکا خواهد بود. ایران از دسترسی به دریای سیاه بهره مند می شود و ما نیز می توانیم از طریق خط ریلی آذربایجان به روسیه متصل شویم. امیدواریم این وابستگی و پیوند اقتصادی متقابل به پلی برای همکاری و نه مانعی در برابر آن بدل شود. آیا دغدغه تهران و اهمیتی که برای مرز کوتاه اما مهم و تاریخی خود با ارمنستان قائل است در مذاکرات ایروان مورد توجه قرار می‌گیرد؟ یکی از نگرانی‌های اصلی تهران مرز تاریخی ایران و ارمنستان است. ما این مرز را گرامی می‌داریم و در سالهای گذشته از حمایت سیاسی ایران در این باره قدردان بوده‌ایم. این موضوع برای ما همانند ایران اهمیت برابر دارد و تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد. ما اطمینان‌های لازم را به طرف ایرانی داده ایم. در حال حاضر ما در حال آماده‌سازی گسترده برای میزبانی از آقای رئیس جمهور پزشکیان در ایروان هستیم. معتقدم این سفر تاریخی و دیر انتظار همسویی سیاسی دو کشور را بیش از پیش تقویت و مسیرهای تازه‌ای برای همکاری اقتصادی باز خواهد کرد. با توجه به اینکه در آستانه سفر رئیس جمهور پزشکیان به ارمنستان هستیم، از شما می‌خواهم یک پیام به مردم ایران بدهید. دولت و مردم ارمنستان احترام عمیقی برای رهبر، دولت و مردم ایران قائل هستند. روابط میان دو کشور برای ما اهمیت راهبردی دارد و هرگز موضوع هیچ معامله ژئوپلیتیکی نخواهد بود. ما این روابط را که پیشینه هزاران ساله دارد گرامی می‌داریم و باید آن را حتی قوی‌تر و مستحکم‌تر به نسل‌های آینده منتقل کنیم. این باور و پیام دولت من است. Armenian-Iranian relations. This is we believe and this is the message of my government.